احمد جان چه طرز غذا خوردنه؟ چرا هورت میکشی سر و صدا میدی بابا؟ خود گفتم 2 نفری هستیم راحت. 2 نفری هستیم؟ من آدم نیستم. چقدر من باید به تو غذا خوردن یاد بدم؟ زشته بابا، دیگه سنی ازت گذشتی. فهمیده که چی شده؟ زیر سر آقا نیما بلند شده، شهرم مچشو گرفته، یه موبایل دیگه ازش گرفته، همه جلو رفته. الانم رفته درخواست طلاق داده، مهریش هم گذاشته اجرا، پدرش هم داره در میاره. ای جونم. خوشت اومد؟ نه منظورم این بود مردی که خیانت میکنه زیر سرش بلند میشه باید کشتش. به خدا اگه من بفهمم تو یک موبایل دیگه داشته باشی من میدونم. من میخوام چیکار؟ این موبایل بهترین موبایله، چراغ قوه هم داره، یه موقع نور رفت برق رفت داری بود پام گله هم نیفته. من میخوام فقط باهاش صحبت بکنم، اونم با تو دیگه. احمد بفهمم با دوستای دیگه معاشرت میکنی و آدمایی که من نمیشناسم، من بفهمم من میدونم. دوخی موخی و به احمد عزیزم بابا این دستوریشو برای یکی اینقدر طول نمیکشه که بابا. بله ایراز نخوابیدی؟ احمد چکار میکنی؟ 2 ساعته چیکار میکنه اینجا؟ همون کاری که همه میکنن. 2 ساعت؟ بذاره میدم به هم ریخته خدا روز شد.